سلامت میگم به تک تک شما عزیزان به خانه خداوند. خیلی خیلی خوش آمدید. امیدوارم بروشورا رو داشته باشید، به همتون رسیده باشه. صدا خوب نمیاد، نمیدونم دیگه، مسئول صدا عزیزمون. خدمتتون عرض شود که قبل از اینکه بخوایم شروع کنیم، معمولا هر واعظی سعی میکنه که موعظه‌ای رو که تهیه میکنه به طور خاص اگه برای مراسم خاصی هم باشه، خب تو اون هول و هوش صحبت کنه. امروز برادر به من گفتش که این آیات و این روش و این چیزایی که تو انتخاب کردی اصلا توش مسیح توش نیست ولی بالاش اگه نگاه کنید مسیح اونجا داره میدرخشه. مسیح، میلاد مسیح داره میدرخشه. من مخصوصا سعی میکنم معمولا بعضی موقع‌ها به جای دیگه اشاره کنم که ما به خودمون بیایم که بدونیم ما کجا ایستادیم. سراسر کتاب مقدس برای ما درس و عبرت هست و یکی از چیزهای بزرگی که در کلام خدا اشاره میکنه بهش پیدایش هست و شروع آفرینش. و در این آفرینش همونطوری که بیشتر شما مطالعه داشتید و بهتر از من میدونید، وقتی پیدایش شروع میشه با کشت و کشتار دو برادر و بعد میرسه جلو و در نهایت میرسه به اتفاقی که ما امروز میخوایم یه مقدار روش تفکر داشته باشیم. تفکری که میخوایم امروز روی این کلام داشته باشیم، میخوام باز برگردیم روی شخصیت و شخص خود ما، به زندگی خود ما و اینکه آیا میلاد مسیح برای من و تو مثل جریان لوط و ابراهیم بوده و هست، یا اینکه لوط و ابراهیم و سرزمین سدوم و قموره اتفاقاتی که براش پیش میاد برای من و تو در میلاد مسیح چه پیغامی داره. پس گوش جان خودتون رو باز کنید، متوجه باشید که امروز خدا برای شما چه چیزی رو به ارمغان آورده. اون چی که در پیدایش باب 13 آیه 11 تا 13 با هم دیگه میتونیم اگر کتاب مقدس همراهتون هست نگاه کنید، صحبت از کار بزرگی که خدا داره با ابراهیم انجام میده و قراره که یک انتخابی باشه. من این موعظه رو چند ماه پیش تو کلیسامون داشتم، البته نه دقیق این چون ربطی به میلاد نداشت اون زمان، ولی میخوام به این برسیم که انتخابی که ابراهیم و لوط دارن، لوط میاد به چیزهایی نگاه میکنه، به چیزهایی که چشم نواز هست، خوشحال کننده است، به اون دوردست، به اون سرزمینی که نگاه داره میکنه، یه سرزمین خوش آب و هواست. پس لوط دوست داره که به اون طرف بره. اگر نمیدونید داستانو، نمیخوام بگم دستاتونو بالا کنید، ولی خب بهتون یه کوچولو بگم. زمانی که ابراهیم با برادرزاده خودش در مناطقی که کوچ کرده بودن و با هم با گاوها و گوسفندها و با همه چیزایی که داشتن با هم در حرکت بودن، خب اینا مایملاک خودشو داشت لوط و ابراهیم هم مایملاک خودشو و گوسفندها و گاوهای خودشو. اینا سر چراگاه با هم دیگه مشکل پیدا میکنن. البته نه ابراهیم و لوط بلکه چوپانانشون، کسانی که شبانی میکردن، و اونها باعث این ناراحتی شده بودن، چون هر دفعه می آمدن شکایت میکردن از طرف چوپانای لوط، می آمدن به لوط میگفتن بابا این چوپانای ابراهیم پدر ما رو در آوردن، بهترین چراگاه ها رو انتخاب میکنن، میرن اونجا استفاده میکنن و ما هیچ استفاده ای نداریم. بعد ابراهیم میبینه که خب بابا این برادرزادشه، نمیتونه بهش چیزی بگه که، بس میاد میگه که اصلا میدونی چیه، بیایم از همدیگه جدا بشیم. این گوی و این میدان، این سرزمین به این بزرگی، بیا هر کدوممون سنگامون رو وا بکنیم، یکی این طرفی بره یکی اون طرفی، تو اصلا انتخاب کن، تو کوچکتر از منی، تو برادرزاده منی، دوستت دارم، تو انتخاب کن. و چیزی که لوط انتخاب میکنه، ادمون تو میدونی چیه؟ یه سرزمین خیلی سرسبز. از اون دور نگاه میکنه میبینه مثلا این طرف زیاد خبری نیست ولی اون طرف خیلی سرسبزه.
اون طرف خیلی زیبایی هاست. و من و تو در زندگی خودمون به جایی میرسیم که میبینیم که زندگی که من میخوام داشته باشم برای خودم یه جاهای خیلی سرسبزه، خیلی میدرخشه، خیلی قشنگه. اونجا برم بدون اینکه بخوام فکر کنم، بدون اینکه بخوام اراده خدا رو برای زندگی خودم بخوام. و یکی از بزرگترین اتفاقات ناگواری که برای لوط داره میفته، داره پا به سرزمینی میذاره، به مسیری داره میره که خدا اون مسیر و اون راه رو برکت نداده بود. میلاد مسیح، به دنیا آمدن مسیح داره به من و تو این پیامو میده که تو میتونی انتخاب کنی. تو میتونی عیسی مسیح رو به عنوان یک پیام آور انتخاب کنی، عیسی مسیح رو به عنوان یک خداوند، آنچه که در کلامش میگه، انتخاب کنی. برای ما انسان ها 100% مشکله که ما بخوایم انسانی رو به عنوان خداوند انتخاب کنیم. به خاطر همین خیلی از آدم‌های دنیا، مخصوصا از بک‌گراند اسلامی که میان، اصلا براشون این مسئله غیر ممکنه. جالب اینجاست که یهودی‌ها براشون غیر ممکن نیست. یهودی‌ها هیچ وقت نمیان میگن بابا مسیحی‌ها میگن مسیح خداست، پسر خداست. از یهودی‌ها اینا نمیگه، ولی از مسلمان‌ها اینو زیاد میشنوی. نمیتونن اینو قبول کنن، به خاطر اینکه انتخابی که کردن انتخابیه که لوط داره انگار انتخاب میکنه و مسیری رو که فکر میکنن سرسبز و بهترین و عقل و منطق من، چشمهای من داره نشون میده، همون هست و همون درسته و من اون مسیر رو دارم میرم. کاری که من و تو قبلا انجام میدادیم. پس یک انتخابی ما اینجا داریم که این انتخاب سرنوشت سازه. اگه دقت کرده باشید تو بروشور نوشتم یک انتخابی که من و تو زندگیمون میکنیم. چقدر شخص تو و من میتونیم گواهی کنیم که انتخاباتی که ما کردیم چقدر اشتباه بوده تو زندگیمون. حالا نمیخوام بگم همش، ولی یه جاهایی چقدر من شاهین افسوس خوردم که چرا این انتخاب کردم، چرا این مسیر رو رفتم، چرا این کارو کردم. و وقتی برمیگردم به چراهای خودم میبینم اصلا هیچ مشورتی من با خدا نکرده بودم. به خدا هم فقط گفتم خدایا من دارم اینو میرم، این انتخاب منه، قربونت برم، من دعام کردم، رفتم مسیر خودم رو رفتم. اصلا نایستادم ببینم خدا برای من چی داره، چه پیغامی میخواد به من بده. میخواد بگه پسرم، دخترم، این مسیری که تو داره دعا میکنی اصلا واقعا میخوام بری تو این مسیر، تو این راه یا نه. و من جواب انتخابات غلط خودم رو بسیار تو زندگی گرفتم. به منم نمیخواد شما بگین که نه من همه انتخابم درست بود. نه، شما مثل من بسیار انتخابات غلطی که داشتید تو زندگیتون رو دیدین، دردشو کشیدین. همه ما سر و پا یک کرباسیم، همه ما یک عکس العمل نشون میدیم، مدلامون فرق میکنه، قیافه‌هامون فرق میکنه، ولی خصلتمون، دی ان ایمون یه جوره. یه رفتار رو انگار ما میکنیم، بلدیم که خوب خراب کنیم، انگار بلد نیستیم که خوب انجام درستی رو تو زندگیمون پیاده کنیم. از پیدایش ما شروع کردیم این کارو کردن. از پیدایش بشر ثابت کرده که میتونه به راحتی گول بخوره، میتونه به راحتی خراب کنه، میتونه به راحتی اونچه که اراده خدا هست رو نادیده بگیره و اونچه که فکر ذهنی خودش هست رو فکر کنه الهیه و به پیش بره. چقدر از انسان‌ها رو ما دیدیم که میگن خدا به من گفت. من بارهای بار تو موعظه‌ام بعضی موقع وقتی کلمه این که خدا به من گفت رو میگم واقعا از دهنم میپره. موقعی که میخوام موعظه رو ادیت کنم برای فیسبوک یا یوتیوب، اون یه تیکر رو در میارم، چون خدا به من نگفت. واقعا خدا به من نگفت. من خودم یه تو ذهنم میاد میگم یعنی چی خدا به من گفت؟ خیلی خوبه که خدا به من بگه،
ولی آیا من هنوز به اون درجه رسیدم که خدا به من بگه من مسیر رو که میخوام، اون حرفی که داره دهان من بیرون میاد بتونم درست تشخیص بدم و بگم؟ پولس رسول وقتی در کلامش داره صحبت میکنه، داره مسیجی که داره میده همش الهیه. یه قسمتی برمیگرده میگه اینو من دارم میگم، اینو روح القدس به شما نمیگه. یعنی اینقدر پولس رسول مطمئن از حرفی که داره میزنه و میگه این کلام خداست، ولی این یه تیکه‌ای که من دارم میگم خودم دارم میگم، پولس داره به شما میگه. آیا من، تو، خواهر و برادر عزیز به اون درجه رسیدیم که انتخابی که میکنیم بگیم این خدا خواسته، این مسیری که خدا برای من انتخاب کرده؟ و ما وقتی برمیگردیم به میلاد عیسی مسیح، خیلی از ماها رو من میشناسم، شما هم شاید بشناسید، که در عید میلاد با مسیح آشنا شدن و میلاد به میلاد تو کلیسا آمدن. فقط اومدن برای یه جشنی که دعوت شده بودن، ولی دیگه ایمان آوردن به عیسی مسیح. وقتشون که رسید ایمان آوردن و همچنان موندگار شدن در کلیسا و خدا رو و کلیسا رو خدمت میکنن. و میلاد مسیح پیام آور یک تغییر و تحول بزرگ، خواهر و برادر عزیز من، برای انتخاب شخص تو، چیزی که تو باید انتخاب کنی. میلاد مسیح نور، روشنایی برای مسیری که تو میخوای انتخاب کنی. هیچ کدوم مسیحی ها اهل شعار دادن نیستن. مسیحی اهل شعار باشه ببوسیدش بذاریدش کنار. مسیحی باید عمل کنه. مسیحی باید هر آنچه که در این کلام گفته میشه رو باید عمل کنه. باید مو به موی این کلام رو به پیش بره. و وقتی که این کلام رو به پیش میره، یعنی نور رو داره میبینه و مسیری که خداوند براش در نظر گرفته رو داره نگاه میکنه. و جالب اینجاست در قسمت دوم پیدایش 14:1-16 و دوم پتروس اشارهش رو اینی که سماجت داره، پافشاری دارن روی این انتخاب خودشون. و ما بعضی موقع واقعا سماجت هایی داریم. همون اشاره‌ای که کردم، من میگم اینو خدا خواسته، من میگم خدا به من گفت، ولی واقعا تو زندگیمون ما همچین چیزی ندیدیم. من به شخصه خیلی از تجربیات زندگی خودم رو سعی کردم بندازم گردن خدا، ولی خدا رو شکر هنوز وجدانمون زنده است و بیداره و گفته که این کار خودته، ربطی به خدا نداره، گردن خدا ننداز، اشتباه خودته، تو اشتباه کردی، تو منتظر خدا نبودی، تو نخواستی گوشهای دل خودت رو باز کنی برای کلام خودش، برای کلام خدا، برای چیزی که بهش ایمان داریم. خواهر و برادر عزیز، میلاد مسیح یعنی یک تغییر، یعنی یک تحول، یعنی یک سپرده شدن من به دستان خداوند. یعنی که ابراهیم عموی بنده، من تو رو دوست دارم، به تو نگاه میکنم، ولی بیا با همدیگه دعا کنیم، بیا ببینیم خدا چه مسیری رو برای تو و برای من انتخاب کرده. همه ما گول میخوریم و این واقعیتیه که لوط تفلک به سرش میاد، اتفاقی که همه ما بهتر میدونیم. در انتخاب غلط ما عذابهایی که لوط میکشه و همه ما میدونیم، اتفاقی که برای همسرش میفته، یه گوله نمک میشه، نه از اون نمکایی که میگن تو یه گوله نمکی، از اون گوله‌های خیلی بد نمک میشه، سنگ نمک میشه که دیگه زبون زد خاص و عام میشه که بر نگرد. خدا با کسی شوخی نداره در کلامش. شما جای جای این کتابو بخونین هیچ جا نمیبینید خدا داره با کسی شوخی میکنه. اگر خدای ما خدای شوخی بود میگفتین تولد مسیح هم شوخیه، به دنیا اومدن خدا به این دنیا شوخیه، جوک میگه خدا، داره سر به سرمون میذاره خدا. خواهر و برادر عزیز، گوشتو بسپر به کلام خدا، این خیلی هم جدیه. از ناقوس زنگوله تابوت مرگ به تو نزدیکتر حیات ابدی که قراره برای تو اتفاق بیفته، اینقدر به تو نزدیکه. آیا ما به این جدی هستیم؟
اتفاقی که برای سدوم و قموره افتاده، همونطوری که بهتر از من میدونید، ابراهیم خدا قراره که بره اونجا رو نابود کنه. ابراهیم ای با خدا چونه میزنه. حالا نمیخوام در ارتباط با چونه زدن صحبت کنم. خیلی از جاهای دنیا بدتر، همین الان بدتر از سدوم و قموره هستن. چرا منفجر نمیشن؟ چرا نابود نمیشن؟ چرا آتش از آسمان نمیاد؟ چرا فرشتگان خدا نمیاد اینا رو وسط دو تیکه کنه؟ هیچ فکر کردی؟ همین سانتا مونیکا بغل گوشمون دیگه، وست هالیوود، همین بغل گوشمون، پر از گی و لزبیان و همه اونجا جمع، همونایی که توی این کتاب داره صحبتشو میکنه و تو دنیا پرن و دارن همینجور زیاد هم میشن و همینجور زیاد میشن. من با آدمایی که این مشکل رو دارن مشکل ندارم من با گناهی که معذرت میخوام من میگم، من کاری نیستم، کلامی که داریم ما روش به عنوان یک مسیحی نگاه میکنیم و مسیحیانی که مخالف این مسئله هستن، به خاطر که خدا مخالف این مسئله است، به خاطر که خدا از روز اول تو کلامش به من و تو نشون داده که با این مسئله مخالفه. حالا اگر یک انسان تو لباس دیگه‌ای، تو تن دیگه‌ای به دنیا اومده، منم هم دردشم، منم ناراحت میشم، چون دست خودش نیست. ولی خیلی‌ها تو این بین دارن سوء استفاده میکنن. من میشناسم، تو هم میشناسی. شیطان که قهارترین قهارهاست برای سوء استفاده کردن از اتفاقات بدی که برای هورمون انسان پیش میاد، که بخواد به روح خدا بکشه، بگه بیا اینم آدم و حوایی که تو آفریدی، ببین دوتا مرد چقدر همدیگر رو دوست دارن با هم ازدواج میکنن، ببین دوتا زن چقدر همدیگر رو دوست دارن با هم ازدواج میکنن. فکر میکنی خدا نمیدونست اگر میخواست دوتا زن یا دوتا مرد با هم باشن در پیدایش بگه دوتا مرد بیافرینه؟ نمیتونست خدا این کارو بکنه؟ نمیتونست دوتا زن بیافرینه؟ خدا خیلی راحت میتونست این کارو بکنه. پس خدا همون اول داره به من و تو میگه که آقا من یک مرد و یک زن و یک خانواده آفریدم. من میخوام خانواده برید بارور و کثیر شوید. کلام خدا به زن و مرد میگه برید بارور و کثیر شوید. به دوتا مرد میتونه بگه برید بارور و کثیر شوید؟ به دوتا زن میتونه بگه برید بارور و کثیر شوید؟ نمیتونه، چون نمیتونن بشن. حالا من کارهای چیزای مصنوعی ندارم که هزار مدل کارا میکنن، ولی دوتا ژن زن، دوتا ژن مرد که نمیتونن بارور بشن. پس خدا میدونه داره چی کار میکنه. ولی سوء استفاده هایی که شیطان میکنه از این مسئله باعث ننگیه که برای جامعه و برای دنیای ما پیش آمده. اتفاقی که در دنیای ما پیش آمده و متاسفانه کلیساهایی هم هستن که چشمشون رو به این مسئله بستن و خودشون رو به عبارتی فروختن به این قضیه و اجازه میدن که حتی همجنسگراها توی کلیساشون عقد و ازدواج داشته باشن. هیچ خواهر و برادر عزیز، کلیسایی که اجازه همچین کاری رو بده اونجا کلیسا نیست. نه یا به من بگو که من فلان کلیسا رو میشناسم که ولکام میگه به اینجور آدما. اونجا کلیسا نیست. من خودم تو جایی که برادرم با هم بودیم کار میکردیم، منطقه اینا بود. دو تا زن که یکیش مثلا مرد بود اون یکی زن بود، لزبیان بودن، اینا کتاب مقدس زیر بغل میرفتن میرفتن به قول خودشون بایبل استادی. من همیشه واقعا این برام سوال بود، این جاهایی که در ارتباط با این مسائل هست و اینا چجوری میخونن؟ اینا به این چجوری روبرو میشن؟ که وقتی تو به این خدا دقیق و راحت داره اینجا اینو میگه، تو به این چرا داره فکر میکنی؟ چرا کتاب مقدسی که میخونی و اصلا روش تعمق داری؟ پس ما میتونیم به راحتی میلاد مسیح و چشامونو ببندیم، انتخاب غلط بکنیم، روش غلط رو انتخاب کنیم و در مسیری قرار بگیریم که اصلا دوست نداشتیم، راهی رو بریم که اصلا دوست نداشتیم و خوشحال نیستیم تو اون راه. خواهر و برادر عزیز، امروز اگر اولین بار صدای مسیح رو میشنوی، اگر اولین بار به کلیسا میای، نمیدونم، اگر هر اگرهایی که در ذهن خودته، حتی اگر اولین بار داره در میلاد عیسی مسیح موعظه سدوم و قموره رو میشنوی، که مطمئناً اولین بار فکر میکنم،
چون خود من تو این چندین سالی که در کلیسا هستم این تیپ موعظه نشنیدم. اینو مطمئنم که اولین باره. پس برو فکر کن ببین خدا برای من و تو چه فکری داره. میلاد مسیح، تولد نور، آمدن خدا به این کره خاکیه. همه اینها کسی شب نخوابیده صبح بلند شه بگن خب حالا یه نفر به اسم عیسی داره به دنیا میاد. نه، همه این تو هست. از الف به قول معروف آیه 1 پیدایش تا آخرین آیه کتاب مکاشفه، همش جای پای خدا رو شما در این کلام میبینید. خدا پیام آور فرستاد، خدا انسانهایی رو فرستاد که کمک کنند به ما انسانهای دیگر که ما مسیر بهتر و مسیر درست رو انتخاب کنیم. میلاد مسیح میلادیه که به من و تو یک فرصت دیگه داره میده. میگم اگه سالیان کلیسا میای، من خیلی از اشخاص رو میشناسم که در میلاد مسیح بسیار اومدن رفتن، ولی خدا بالاخره تو یه دونه از این عید میلادا اینا رو دیگه نگه داشت در کلیسا. خدا با تو کار داره، خدا برای تو فکر داره، خدا به تو نگاه میکنه، خدا دوستت داره. پس باید ما به این نگاه کنیم. یادمون نره که یه مسیح به این دنیا اومد رفت، خداحافظ. و در آخر میخوام به اینجا به پایان برسونم. بزرگترین و کاملترین جشن مسیحی‌ها قیام عیسی مسیح. اگر قرار بود مسیح فقط به دنیا بیاد، مقبرش هم اگه معلوم بود، الان من میشستم برای شما اینجا روزه میخوندم، همتونم گریه میکردین، به همتون دستمال میدادم اشکاتون رو پاک کنیم. ولی چون عیسی قیام کرد، قیام او باعث شده که من جرأت پیدا کنم به آیین و دین قبلی خودم بگم تو اشتباه میکنی، تو اشتباهی. چون خدا خودش تو این کره خاکی آمد، خدا زنده است، خدا با منه، خدا رو میشناسم. دیگه من اینقدر زحمت نمیکشم تا تازه شاید مورد مقبول پروردگار قرار بگیرم. شب تا صبح نماز نمیخونم که تازه شاید مورد لطف پروردگار قرار بگیرم. من از همین الان به خاطر عیسی مسیح مورد لطف پروردگار قرار گرفتم. همه ما که به عیسی مسیح ایمان داریم این برکت شامل حال ما هست. خدا برکتتون بده. ممنون برای توجه که کردید. عید میلاد بر همگی شما مبارک باشه. خواهش می‌کنم همگی بایستیم، سرهای خودمون رو خم کنیم و با هم دیگه دعا کنیم. در امید مسرور و در مصیبت صابر و در دعا مواظب باشید. مشارکت در احتیاجات مقدسین کنید و در میهمانداری سایی باشید. برکت بطلبید بر آنانی که به شما جفا کنند. برکت بطلبید و لعن مکنید. خوشی کنید با خوشحالان و ماتم نمایید با ماتمیان. برای یکدیگر همان فکر داشته باشید و در چیزهای بلند فکر مکنید، بلکه با ذلیلان مدارا نمایید و خود را دانا مشمارید. پیش جمیع مردم تدارک کارهای نیکو ببینید، هیچ کس را به عوض بدی مرسانید. و حال فیض خداوند ما عیسی مسیح، محبت و شراکت روح القدس با جمیع شما باد از حال تا ابدالآباد. آمین. بفرمایید. خواهش می‌کنم.